پیامبر عظیم شهرستان گفته از گهواره تا گور طلب دانش. امیرالمومنین حیدر کرار فرموده حتی برای طلب علم به چین هم مسافرت کنید. طور افتخارترین کار شما دبیر هیئت دولت بوده. همکاران عزیز، همکاران محترم، نمایندگان هستند. مردم از صدا سیما میبیند که نمایندگان چطور هیئت رئیسه وظیفه‌ش آقای عباسی راهنمایی کنین دوستان برن صندلی‌هاشون بنشینن. بفرمایید آقایون، بفرمایید. آقایان ببر شما صحبتتون بفرمایید. آره اصلا نمیشه که برم روحان دکان باز کرده. همکاران، ارتقاء زارگاه فعلی آموزش پرورش و تکامل تدریجیان به یک نهاد فراگیر حاکمیتی و تحقق اهداف والای نظام نیازمند همراهی و همکاری همه اعضای آن، به ویژه معلمان زحمتکش و صبور است. آقای میرزایی 25 سال در نهضت بودن، هنوز بی‌سوادان در مملکت هر روز بیشتر بودن. ایشان که در نهضت موفق نبود، چرا میخواد آموزش پرورش به دست ایشان بسپارید؟ آموزش پرورش مهمترین ارگان اصلی نظام است. جهانگیری عزیز، خودت وزیر میشدی، وزیر آموزش پرورش میشدی، تمام ساختار را به کار میگیری. نمایندگان بتن آقایان بزن آقای جهانگیری بشود. آقای روحانی که در رفت، جهانگیری تا گوش کند در هیئت دولت بگه نماینده محترم به کنار. آقای لارزانی بگید نماینده به کنار. دوستان در صندلیاتون مستقر باشید. بفرمایید دیگه. آقای نماینده که عقبت به ما کردید، به نماینده عزیز کردید. بفرمایید صندلی. همتی به کنار. همکاران، این شأن منزلت نمایندگان است. آقای همتی نماینده سیمنان. آقای همتی تو پشتت به ناطق نکن، پشتت به دولت بکن. بدن ما حرفا بگیم. مدارس کپری، مدارس کانکسی، آموزش پرورش مظلوم است. آقای جهانگیر خودش وزیر میشد و اوضاع آموزش پرورش میرسید. آقای جهانگیری ایشان در برنامهشون هیچ اشاره به عدم اجرای 20 نکرده است. تمام مراجع محترم تقلید حرام کردن، ممنون کردن.